فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر دیگری حسن آقا چهارشماره اخیرشان 6007 نوشتن که بازی ورق در روز رمضان جایز است؟ بحث جوازش یک امر دیگری هست. بازی کردن با ورق یا هر بازی دیگری که باعث اتلاف وقت بشود جز در واقع کارهای بیهوده‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماند من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، و اسلام بهتر و فردی که یعنی اسلامش کاملتر هست در واقع از اعمال لا یعنی و بیهوده باید انسان خودش رو در واقع دور نگه دارد و این زمان عبادت هست. ما چنین فرصتی رو در طول سال نداریم، چه بسا همین فردی که این سال رمضان رو با ورق بازی و اعمال دیگر میگذراند شاید سال آینده این فرصت رو دوباره به دست نیاورد تا اینکه توبه بکند و در واقع به این فضایل بسیار بزرگی که در ماه مبارک رمضان نویدش داده شده دوباره دست بیابد. پس بنابراین ولو این که ورق بازی در واقع تأثیری بر روزه نداره، جز محرمات قطعی نیست، منتها جز اتلاف وقت و کارهای بیهوده هست که یک انسان مسلمان و جدی باید از این موارد یعنی پرهیز بکنه.